منور خان، شما رو در بیرون مرد انتظار است. کی باشد؟ نباشد در جای من نشسته است، من حاضر. اینجا چیکار میکنی؟ سنو جان برو ببخش. بخشم؟ برای کدام گناه باید تو رو بخشم؟ میفهمم. من در زندگی بسیار تو رو عذاب دادم سنو جان. من دیگر اون نعیمی که تو میدیدی من اون نعیم نیستم. من اون نعیمی پیشتری که تو میخواستی تو میدیدی همون نعیمم. به خاطر جگربندم بیا زندگیمون رو از نو آغاز میکنیم. من نمیخوام که جگربندیمو زنده یتیم مونه. اگر خوی در نظر بزانو میزنم چیکار کنم که از گناه هم گذری؟ چی دیر شد؟ من شوهر کردم. چی؟ سنو جان میدونی من این برف رو دوست میدارم. من عموما زمستون رو دوست میدارم. این برف میدونی بختی سفید. این برای چی من برف رو دوست میدارم میدونی سنو جان؟ وقتی که ما شناسیم انا میخوای برف میبری. من برای این برف رو دوست میدارم سنو جان. میدونی تقایم با من طرفخانه شباده رو توفه کرد. نصیب باشد ما خورسندانه زندگی خواهیم کرد. ما صاحبی پول صاحبی همه چیز میشویم سنوش کرد. نه آخر تو کارچلان نیستی. ترجمانی از خطر است. ترجمانی هم خوب لیکن من میخوام که باز پولداری کلام شویم صاحبی همه چیز شویم سنو جان. خوشبختی در پول نه پول همه وقت در کار. ما بسیار خوب زندگی خواهیم کرد. فهمیدی؟ بسیار خوب زندگی خواهیم کرد. میخوای من تو رو به دولت خارجه میبرم. با اون شهرهایی که دوست میری با تمام اون شهرها برده با تمام آرزوهایت میرسونم سنا جان. من با آرزوهایم رسیدم.
سلام اوچه جان اوچه جانی ما دل جانی ما اومدی پسرم؟ تو را یگانه گفتم چراغ خانه گفتم اوچه جان نوشیدی بچیم؟ نوشیدم؟ خیلی همراه جورها کمتر نوشیدم اوچه جان شما خفه نشوید مادر جان پسرم آخر با تو نمیزه بد نوشیدم برای چی می نوشی؟ اوچه جان آخر من کودک نکوه اوچه من صاحبی طرف خونه صاحبی دوکن صاحبی پیسرچه اصلا اساس اوچه جان من شما رو دارم آخر پسرم آخر تو برای چی می نوشی؟ با تو نوشیدن نمیزه بد آخر من شرم میکنم در پیش همسایه ها مرا سرپس نکن پسرم من تو رو با چی امید و آرزوها کلان کردم از تو امید کلان دارم پسرم من شما رو در نزد همسایه سرپس نمیکنم و چه من دیگر نمینوشم تمام نمینوشم خیز پسرم خیز سنابر تو رو از کیم که با بوز انتظار خیز بچم خب رو در اومده خوب کن من سوچه جون من کلین رو خفه نکن پسرم من دیگر نمیشم آرومه که در اومده خوب رو من سوچه خوب من خوبی خوش پسر جون